درود به شما بیننده زکی تلویزیون سفینه. برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است روی اکران های شما و این نوبت خواستیم دوستان عزیز صحبت بیارویم با سردار ریاست کارهای تربیوی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان عبدالله دولتزاده در موضوع تربیه وطن دوستی. خب نخست شما رو من خیر مقدم میگویم به برنامه و دیگر به همه عیان است که آباد کردن وطن از حوله در خانه شروع می شود و اگر هر نفری که صدقاً برای وطن برای مادر خدمت می کند آینده از عمر برکت می بیند. و نخست می خواهم به سوال آنه که نقش استقلالیت در تشکل تربیه وطن دوستی جامعه چی داد پاسخ بگردانید؟ امروز اگر به ماهیت دولتداری معاصر تاجیکستان نظر افکنیم که در روند تشکل این دولتداری معاصر ملی تاجیکستان آرزوها، ارمانها، خواسته های این ملت عملی می‌گردند، مجموعی دستاوردها این پاداش زمان استقلالیت است. و ببینیم امروز ما از دوره رسیدن به استقلالیت تا به امروز نفوذمان بیشتر از 10 میلیون رسید و کشورمان در مرحله بسیار با سرعت تشکلیابی قرار دارد. از نقطه نظر رشد انکشاف جمهوری تاجیکستان به مرحله نوی رشد با سرعت قدم گذاشته ایستاده است و امروز نفوذ این کشور در حل مسئله های داخلی و در حل مسئله های منطقه‌ای و بین المللی بسیار بارز هم دیده می شود. و البته رسیدن تا به این سطح انا همان نتیجه سیاستی خردمندانه، نتیجه سیاست دولت سازانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امالی رحمان می باشد. خب سیاست استقلالیت دولتی در تشکل تربیه وطن دوستی این ملت چی داد؟ ببینید این ملت از بنیادگذاران تمدن بشری، از بنیادگذاران اخلاق وطن دوستی، از بنیادگذاران فلسفه دولتداری هستند. اما در مرحله بعدی تاریخی با آنکه ماجراها، کشمکشی ها، جهانگشایی ها میان اجنبیان جهانگشا بسیار تیز و تند شد، این ملت در ماورا تاریخی انا همان دولتداری های گوناگون خود را از دست داد، زمین ها را از دست داد، دارایی های خود را از دست داد، ولی همواره برای رسیدن به استقلالیت، برای رسیدن به دولتداری ملی خود در تلاش بود. انا همین تلاش ها نتیجه تربیه وطن دوستی این ملت است. یعنی حافظه، اخلاق، هویت ملی این ملت هرگز زوال نیافت با آنکه در این نبردها چقدر مثلا در نتیجه تاخت و تاس‌های گوناگون اجنبی، در نتیجه برخوردها، در نتیجه به همایی مثلا جنگ‌ها و دیگر این ملت فرزندای صادق خود را از دست داد، سرزمین‌ها را از دست داد، خب دارایی‌هایش را از دست داد دیگر، اما حافظش را، اخلاق وطن دوستیش را، مفکوره ملت دوستی و ملت سازی خود را از دست نداد و همین بود که بعد هزار ساله های تاریخی ما امروز رسیدیم به استقلالیت دولتداری. خب ببینین در ابتدای رسیدن به استقلالیت دولتداری البته ما به یک ماجرای تحمیل شده سیاسی هم روبرو شدیم که این بدستی بازم اجنبی به سر این ملت آمد و بعضی ایده نمیدانم زرخریدان. ولی روحیه خیشتن شناسی این ملت، روحیه وطن دوستی این ملت و مفکوره وطن دوستی فرزندان بناموس این ملت بالا گرفت و این ملت امروز از آن ماجرا به زودی بیرون برآمد و یک دولت را ساخت که از نقطه نظر امنیتی امروز در سیاره زمین در مرحله های اولین قرار دارد. امروز فضای جامعه جهانی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. کشورها روز تا روز مبتلا به آشوب و به خطرهای نو روبرو هستند. اما از نقطه نظر امنیتی، سیاسی و شرایط امروزه صلح و وحدت نظر کنیم، جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای مورد اعتماد جامعه تاجیکستان و مورد اعتماد جامعه جهانی شده است از نقطه نظر پایداری صلح و ثبات.
و این همه نتیجه چی است؟ نتیجه تشکل خودشناسی این ملت است، نتیجه بهم‌آیی این ملت است، نتیجه همگرایی این ملت است که زیر سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی به وجود آمده است و همه آن دستاوردهایی که در دوران استقلالیت، در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان نصیب این ملت شد، پاداش از تربیه خودشناسی و خودآگاهی جامعه تاجیکستان است. امروز ببینیم نسل امروز جامعه تاجیکستان نه تنها نسل جوان، نسل نورس، نسل جوان، نسل سال دیده، نسل سالمند و آنی که دارای یک خویشتن شناسی است، دارای مفکوره وطنداری و وطنسازی است، دارای حسیات بلند انسان دوستی است، خواب بشر دوستی است و میداند که ماهیت وطنداری چی است، با هر واسطه در روند تطبیق سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان، در روند اعمار دولتداری نوین جامعه تاجیکستان سهم ارزنده خود را میگذارد. این نتیجه بازگو از همان تربیه خودشناسی، خودآگاهی و وطن دوستی جامعه تاجیکستان است. ببینید امروز ورزشگران ما در عرصه بین المللی چگونه جایگاه به دست آوردند. امروز ببینید عالمان ما از زمینه ابتدایی ببینیم به دانش رو آورده بودن، بعدا به علم و امروز در استحصالات رفته ایستادن. این نتیجه انا همون معرفت بلند خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی است. امروز ببینید مثلا نسل جوان ما در چاره‌بینی های مختلفی بین المللی با علمشان، با دانششان اشتراک میکنن و تاجیکستان را معرفی میکنن. معرفی نمودن دولت، ملت و وطن با هر وسیله که در زیر آن اعمال نیک است، این بازگو از خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی این اصل است و واقعا ملت تاجیک در اصل ملت وطن دوست بود، ملت وطن ساز بود، دولت ساز بود، خویشتن شناس بود و این ارزش در مفکوره، در ذهنیت، در اخلاق این مردم باقی خواهد ماند. بله. خب تشکر و واقعا نقش استقلالیت هم در تربیه وطن دوستی جوانان طور شما من جوانان و مردمی سرزمین ما اطلاع دادید هدیه بزرگ است. و ببینید که مثلا استقلالیت برای ما آبادی آورد، تنجی آورد. امروز مثلا دیگر نسل نورس جوان در صورت خواندن وطن دوست می شود، در صورت دانشمند شدن وطن دوست می شود، در صورت فهمیدن یعنی که واقعا ما یک ملت صاحب تمدنیم، صاحب سنتیم، صاحب فرهنگیم و در همین مورد واقعا در همین رویه که تشکل یافت، تربیه یافت می شود یک فرزند وطن ساز و برای این ملت، این میهن خدمتگزار. در این سمت در کشور ما چی سندهای معیاری حقوقی قبول گردید و همین سندهای معیاری حقوقی تا کدام اندازه در عمل تطبیقشون رو شما شرح میدهید؟ ببینید ما در مرحله ابتدایی رسیدن به دولتداری ملیمان اولین حجتی که در آن تمام اخلاق معنویات جامعه را وابسته به تشکل تربیه وطن دوستی جامعه فراگیر است قبول کردیم، این کنستوسیون جمهوری تاجیکستان است. ببینید این کنستوسیون که بعدا در مرحله گوناگون تاریخی با آن 3 مراتب تغییر و علاوه ها وارد کرده شد، این کنستوسیون که در ابتدای آن آمده است که جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی یگانه می باشد. ببینید امروز پرینسیپ اصلی تطبیق ارمانهای ملت در روند بنیاد یک جامعه دموکراتی که در آن انسانها، شهروندان وابسته از ملیتشان، نژادشان، حزبیتشان یا که ارزش‌های اعتقادی و مجموعه ارزش‌ها برابر حقوق هستند، در این راستا عمل می‌شود. کنستوسیون جمهوری تاجیکستان همین ارزش‌ها را به جامعه تاجیکستان کفالت داد و سمت دیگر یک پرینسیپ دیگر در کنستوسیون جمهوری تاجیکستان نشاندار شده است. این جمهوری تاجیکستان را جمهوری اجتماعی نام می‌برد و واقعا وقتی که طلبات‌های اجتماعی جامعه عملی می‌شوند یا که دولتی که برای جامعه ارزش اجتماعی را عالی‌ترین اعتراف می‌کند، در موقع عالی اعتراف می‌کند، این نشانه از آن است که یک سند یا که یک نظام قانونگذاری خیلی مستقل و
برجسته هم دارد. این اولین کنستیتوسیون جمهوری اسلامی بود. بعداً تشکل نظام قانونگذاری ملی جمهوری تاجیکستان هم نیز در روند بنیاد دولتداری ملی برای تشکل هویت خویشتن‌شناسی و وطن دوستی جامعه تاجیکستان بسیار تاثیر جدی داد. و ببینید ما که نماینده مؤسسه تحصیلات عالی هستیم، من یاد میارم یک سند معیاری حقوقی در جمهوری تاجیکستان قبول شده. این کنسپت ملی تربیت در جمهوری تاجیکستان است که بسیار هم با آن مشخصات صحیح قبول شده است و آن ارزش های تربیه وطن دوستی را در جمهوری تاجیکستان مشخصا فراگیر است و ساختار تطبیق کننده این ساختارهای ایدئولوژی هستند و مخصوصا وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان و نقش مجموعه سندهای معیاری حقوقی در تربیه وطن دوستی جامعه تاجیکستان بسیار گسترده است. ببینید یک جمهوری تاجیکستان اصلا کشور جوانان هستند، کشوری است که این میتوان یک جمهوری جوانسالار نام برد. برای چی؟ ببینیم از نقطه نظر قانونگذاری در قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، جمهوری تاجیکستان شخصان سن 14 ساله را جوانان نام میبرند و در جمهوری تاجیکستان همین قشر جامعه نزدیک به 34% اهالی جمهوری تاجیکستان را فراگیر است و شخصانی تا سن 35 ساله در جمهوری تاجیکستان نزدیک به 70% اهالی جمهوری تاجیکستان را در بر میگیرند و از همه دارایی استراتژی یا که دارایی ملی این ملت و این دولت انمی قشر هستند. برای چی؟ برای که در تطبیق همه هدفهای دولتداری، در تطبیق همه پروژه های مهم امروز جامعه، در تطبیق همه مقصد و مرام های دولت سازی، نقش و جایگاه جوانان بسیار خاصه هست. خب اینها رو یک محرکی تکان دهنده لازم است که همین جوانان در روند بنیاد دولتداری ملی فعال باشند. نه تنها جوانان، تمامی قشرهای جامعه در روند بنیاد دولتداری فعال باشند. و من فکر میکنم که تطبیق همین قانون‌ها شاید برای همین بله و همین قبول سندهای معیاری حقوقی که در سایه تربیت مسئولیت شهروندی جامعه رو بسیار هم گسترش داد و امروز ببینید ما در عملی نمودن اون هدفهای تجلیل 30 سال استقلالیت، نقشه چهاربینی که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قبول کردیم و بسیار با مرام عملی شدن. همون نتیجه چی بود؟ نتیجه تشکل همین پتانسیل یا که معرفت وطن دوستی جامعه و نتیجه تطبیق سندهای معیاری حقوقی در ساحه تربیت وطن دوستی جامعه عملی شدن و امروز هم نقشه چهاربینی تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بسیار هم با مرام عملی گردیده ایستاده است. بازگو از همان عملی شوی سندهای معیاری حقوقی که خاص جامعه تاجیکستان، خاص ملت و خاص دولتداری معاصر ملی ما هستند همین میباشد. چند اندیشه دیگر رو در مورد ضرورت قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی خوب جوانان در کشور ارائه بسازید. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان در جمهوری تاجیکستان یکی از سندهای بسیار هم سری وقتی بود که در جمهوری تاجیکستان قبول شد و خوشبختانه این قانون قبول شد و امروز مقام وکالتدار تطبیق این قانون هم، البته تطبیق این قانون با واسطه مقامات های ایدئولوژی و ساختارهای ایدئولوژی عملی کرده می شود، مقامات اجرایی حکومت دولتی عملی کرده می شود. در روند تطبیق قانون مذکور مقام تطبیق کننده این قانون نیست کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بینابر گرفته شد. چی ضرورت است؟ ببینید یک روند پرتضاد مثلا برخوردها در جامعه جهانی رو فرا گرفته است. جغرافیای ناامنی ها روز تا روز گسترش یافته ایستادن. خب اختلاف های نو میان دولت ها، میان جامعه ها، میان شهروندها با وجود می آید. خب روند سیویلیزاسیون خب جامعه جهانی رو بسیار فرا گرفته است. پیش می گفتن که گفتگوی تمدن ها، ولی امروز نظر می افکنیم و تحلیل میکنیم برخورد تمدن ها، برخورد منتالیتیت ها، برخورد افکارهای ملی و جمعیتی و بین المللی با وجود آمده است در چنین یک مرحله
حساس. درست. تربیه جامعه، تربیه شهروندان در روحیه خویشتن‌شناسی، در روحیه وطن دوستی، اصلی نگاهداشت صلح، امنیت و دولتداری بردوام برای ملت ها می باشند، مخصوصا برای ملت هایی که اکنون یا که برای دولت هایی که اکنون به استقلالیت خود رسیدن و میخوان این استقلالیت رو برای ابدی حفظ کنند و دولت خود رو داشته باشند. قبولی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت شهروندان در جمهوری تاجیکستان هم به همین خاطر قبول شد، چون که جامعه را در همان جامعه تاجیکستان منظور در همان الگوی، در همان راستای بنیاد با مرام دولتداری ملی، وطن دوستی و وطن سازی خوب چیکار کند؟ تربیت نماید. ببینید امروز ما در یک منطقه قرار داریم که واقعا مورد برخوردهای قدرت‌های جهانی قرار گرفته است. از آسیا مرکزی همواره مورد برخورد قدرت‌های جهانی قرار گرفت و تمام اون قدرت‌های جهانی که امروز میخوان در سیاست بین المللی موقع گذار داشته باشند، در آسیا مرکزی میخوان موقع گذار باشند و این از یک سو. از سوی دیگر کشورهای آسیا مرکزی امروز همسرحد به کشوری هستند که مثلا سالهای زیاد زیر نفوذ گروه‌های ارتجاعی قرار داشت و تاثیر آن به این قلمرو هم به نارسیده نمیماند. خب به تاثیر یعنی نمیماند و از این نقطه ما باید جامعه را در شهروندان جمهوری تاجیکستان در روحیه وطن دوستی تربیت کنیم و یک سخن بسیار بزرگ اردمیر است که میگه آیین ملت پرستان خدمت به ملت است. ایشان سینه داغند ملت خود را در عرصه قدرت ببینند و از موقعش افتخار بفروشند. خب امروز در جمهوری تاجیکستان ملت تاجیک زندگی میکند و مسئولیت دولتداری، دولت سازی، تقدیر امروز و آینده این دولت بدوش انا همین ملت که گفتیم نفوذش بیشتر از 10 میلیون است، بدوش انا همین ملت و نسل آینده این ملت خواهد بود. پس باید وطن دوست و باید ما عالی‌ترین ارزش انسانی خود را در داشتن حیثیت وطن دوستی خود نگاه داریم. چرا؟ زیرا دولت این دارایی است. وطن دارایی است. بزرگترین دارایی یک ملت داشتن وطنی است که در آن صلح، ثبات، استقلال سیاسی و احکام دولتداری ملی پابرجا باشد. و ملت از همین روند به خواسته های امروز و فردای خود برسند. ما در ابتدای صحبت از صحیفه های بسیار ننگینی ملت گفتیم. 1000 ساله ها بود که این ملت در آرزوی داشتن دولتی بود که دارای سیاست ملی باشد. ما ببینید در جاده علم، در جاده ادبیات، ریاضی، طب و دیگر شخصیت های را داشتیم در طول این 1000 ساله ها که نفوذشان، اعتبارشان، موقعشان مرزناپذیر بود. مثلا با علی سینا، همون اویتسینایی که در اروپا و در ژاپن و در امریکا و در هر کجای، مولوی بلخی، مثلا مثنوی اون کس در اروپا احکام فلسفه را، پایه فلسفه را بنیاد گذاشت. اندیشه های حافظ، جامی، خیام، اینها هم همین گونه. خب امروز مردم به رووردن به کشف کائنات، بنیادگذار کائنات، بنیادگذار ریاضیات گذشتگان ما هستند. این به اون معنی نه که ما به گذشته قناعت کنیم و آینده را نبینیم. این به خاطر اون که در گذشته ما داشتیم شخصیت هایی رو که در عالم علم ها بسیار موقع برجسته داشتند، اما از چی ما سالهای طولانی در زیر نفوذ اجنبی قرار داشتیم؟ از آن که شخصیت سیاسی نبود که ملت را در اطراف خود در این ماورای تاریخی با هم بیارد. خب همگرایی ملی را مستقیما ایجاد کند و ملت دولت خود را داشته باشد. و خوشبختانه در انتهای عصر 20 این شخصیت برای این ملت نصیب شد در شناخت پیشوای معظم ملت
اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. امروز ما نتیجه همین پیگیری مناسبت‌های دیپلماتی یک سال آخر را نظر افکنیم در مقیاس بین المللی. آن بهایی که پرزیدنت جمهوری مردمی چین در شناخت پیشوای معظم ملت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دادند، یک کشوری که امروز نفوذ اهالیش 1,400,000,000 او طرف، اقتدار بزرگ اقتصادی دارد، اقتدار بزرگ امنیتی دارد، خب اقتدار بزرگ تکنولوژی دارد، یک امپیر حتی جهانی است. اما در شناخت راهبر دولت ما بها را به این بها دادن که ما در مناسبت‌های سیاسی بین المللی از شما تجربه میگیریم. این یک موقع بزرگ شخصیت این عصر است. خب و ببینیم که قانون جمهوری تاجیکستان در ضرورتش در چه بود. ما نسل را باید به میان بیاریم و تربیت کنیم که در آینده استقلال سیاسی تاجیکستان را، یک پارچگی تاجیکستان را، وحدت سرتاسری تاجیکستان را، صلح و ثبات و امنیت این وطن را برای خود همچون آیین قبول کند و در روند حفظ استقلالیت دولتی، ثبات تاجیکستان، وحدت تاجیکستان مسئولیت شناس باشد و اگر لازم باشد از خویشتن بگذرد در روند تطبیق هدفهای دولتداری، هدفهای ملی، برنامه و استراتژی‌های ملی که برای امروز آینده این سرزمین قبول و عملی کرده میشوند، سهم عالی شهروندی خود را گذارد. در انجام میخواهم چند جمله دیگر مختصر بگوید که چی باید کرد که تربیه وطن دوستی میان خوب جامعه بازم رواج و رونق یابد. خب چی باید کرد که تربیه وطن دوستی جامعه رواج و رونق بیابد؟ در حال حاضر مسئله های هستند که مثلا می تواند که واسطه مستحکم سازی این ملت شود. خب ببینید جمهوری تاجیکستان وقتی که به استقلالیت دولتی رسید یک کشور پارچه پارچه بود، ولی زیر سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همون استراتژی‌های دولتی قبول شدن، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی، رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، تامین امنیت آذوقه‌واری و هدف چهارم استراتژی این رشد صنعت کنونی کشور. نقش همین برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی در تشکل تربیه وطن دوستی جامعه شهروندان بسیار گسترده بود. برای چی؟ برای اینکه ملت به هم آمد، مناسبت رفتارهای ملی بین مردم تمام محل‌های جمهوری تاجیکستان مستقیما رشد یافت و در مرحله‌های بعدی پرینسیپ‌های خویشتباری منطقوی را ما باید جاری کنیم. همون نگاه‌های نسبتاً کهنه شده‌ای که در محل بمانیم و با محل همگرا باشیم و در محل خویشتبار سازیم، نه، ملت را در مجموع خویشتبار کردن. این از کدام واسطه؟ با واسطه تطبیق نکاح عمومی ملی به وجود می‌آید. و این در روند تطبیق نکاح عمومی ملی یعنی که بدون محدودیت محل ما در سراسر کشور وقتی که با وجود میاریم این وایه رو، پرینسیپ های خویشتباری با وجود میاد و در روند پرینسیپ های خویشتباری سرجمی ملی با وجود میاد. وقتی سرجمی ملی، اتفاقی ملی با وجود آمد، ملت اتفاقا در تطبیق همه هدف ها پی هم کنار به کنار هم میستد. این اول. دوم، تربیه وطن دوستی باور کنید از همون لحظه گهواره شروع می شود. من یاد میارم از چند آزمونی که با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مثلا روی کار آمدن، هم آزمون علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی کتاب است، تاجیکستان وطنی عزیز. ببینید چقدر نابغه های جوان را روی صحنه آورد، برای ملت معرفی کرد و چقدر هوس ها را ایجاد کرد که مردم رو بیارن بخوندن. وگرنه واقعا ما در مثلا فضای علم و معارف کار میکنیم میبینیم چگونه حالتی بود که مثلا مردم اندک اندک از مطالعه دور میشد، نسل جوان بسیار هم خودش فاصله میگرفت. ولی به میان آمدن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است که با واسطه پیشوای معظم ملت روی کار آمدن، چقدر چهره های نو را
روی صحنه آورد و مردم رو وابسته کرد که به مطالعه رو بیارن. باید مسئولیت شهروندی داشته باشیم، مسئولیت وطنداری داشته باشیم و نسل آینده همون چیزی گذاریم. امیدوار هستیم که بیننده که همین حال ما رو تماشا کرد از صحبت ما برای خود چیز برداشت نمود. اگر همین گونه باشد این اقبال بلندی ما گروه ایجادی و تهیه‌گران برنامه است. برای رو برکت در خاندانتون با امید آبادی و رشد وطن عزیزمون تاجیکستان جان و جان. تا نشرهای نوبتی، خیر عزیزان.